سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قطعا بیشترتون این آهنگ My baby رو شنیدین و من توی پلتفرم بهشتی آپارات گشتم و یه سری داب اسمشایی که برمیگردن به 10 سال پیش رو پیدا کردم که انقدر اینا سمن. بعد از دیدن این ویدیو باید حتما برید چشمتون واسید بشید. بریم مرتبی بریم سراغ ویدیو. که حتما لایک و سابو بکنید چون خیلی به ما کمک میکنه. این بزرگترین حمایت برای من. خب من هدفونمو بردارم، بریم سراغ ویدیو. خب این ویدیو فکرم واسه 6-7 سال پیشه. چی پوشک هم پوشیدن، جدی پوشک پوشیدن. سریع بریم ویدیو بعدی که این دیگه خیلی سم بود. فقط انگیزشون واسه این که آیا دوستم یه بار دیگه چی کار دارم؟ یه بار دیگه میدارم این یارو پوشه سمت راستیه داره چی کار میکنه؟ من دیگه انرژی داره تو میزنه بالا، سما اصلا چشام داره میسوزه. هیچ بلاگرای اون موقع کیم کارداشیان خرتونه به خدا. خب این چیه؟ این که اصلا مای بیبی نیست. اوه میدونی چی شده؟ فهمیدم این تبلیغ یه تبلیغ پوشک دیگه است. نمیدونم اینجا چی میکنه ولی تبلیغ پوشکه. چه سمیه. تو خوابگاهی چی کار داره میکنی؟ اصلا مای بیبی نیست. اوه نکنید این کارو. چقدر خوشحالیم. یه لحظه این ویدیو واسه 10 سال پیشه. این ویدیو واسه 10 سال پیشه. یعنی تا اون موقع اینا تو الان دقت کردین دیگه تو خوابگاهن. یعنی تا الان اینا درسشون تمام شده و اون دکتر و مهندسایی که بهشون میگه آقای دکتر اینا بودن. احمد محسن تا اینجا ویدیو دیدی خوشت اومد؟ احمد محسن احمد محسن احمد محسن فکر کنم هر هفته‌مون احمد محسن ویدیوی بلند داریم. پس احمد محسن